روز وقتی کارمندان به اداره رسیدند، در تابلوی اعلانات دیدند که روی آن نوشته شده بود: دیروز فردی که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت. شما را به شرکت در مراسم جنازه او که ساعت 10 صبح در تالار اجتماعات برگزار می شود دعوت می کنیم. در ابتدا همه از دریافت خبر مرگ یکی از کارمندانشان ناراحت می شدند، اما پس از مدت کنجکاو می شدند و می خواستند بدانند که مانع پیشرفت آنها در اداره کی بوده است. این کنجکاوی تقریبا تمام کارمندان را ساعت 10 به تالار اجتماعات کشاند. رفته رفته که جمعیت زیاد می شد، هیجان هم بالا می رفت. همه پیش خود فکر می کردند این فرد چی کسی بود که مانع پیشرفت ما در اداره بود؟ به هر حال خوب شد مرد. کارمندان در صف قرار گرفتند و یکی پس از دیگر به نزد تابوت رفته به درون آن نظر می کردند. وقتی به درون تابوت نگاه می کردند، ناگهان خشکشان می زد و از زبانشان بند می شد و حیران بر می گشتند. آینه درون تابوت قرار داده شده بود و هر کس که به درون تابوت نگاه می کرد تصویر خود را می دید. نوشته نیز بدین مضمون در کنار آینه بود: تنها یک نفر وجود دارد که می تواند مانع رشد شما شود و او هم کسی نیست جز خود شما. شما تنها کسی هستید که می توانید زندگیتان را متحول کنید، یعنی دیگرگون کنید. شما تنها کسی هستید که می توانید بر روی شادی ها، تصورات و موفقیت هایتان اثرگذار باشید. شما تنها کسی هستید که می توانید به خودتان کمک کنید. زندگی شما وقتی که رئیستان، دوستانتان، والدینتان، شریک زندگیتان یا محل کارتان تغییر می کند، خود شما تغییر نمی شوید. زندگی شما تنها فقط وقتی تغییر می کند که شما تغییر کنید. باورهای محدود کننده خود را کنار بگذارید و باور کنید که شما تنها کسی هستید که مسئول زندگی خودتان می باشید. مهمترین رابطه‌ای که در زندگی می توانید داشته باشید رابطه با خودتان است. خودتان امتحان کنید، مواظب خودتان باشید، از مشکلات، چیزهای غیر ممکن و از دست رفتن چیزها نهراسید. خودتان واقعیت‌های زندگی خودتان را بسازید. دنیا مثل آینه است. در بابت کار نگو نمیدانم، نمیتوانم، بگو میدانم و میتوانم انشاءالله، چون که اولین چیزی که انسان را به قفا میزند و شکست میدهد این فکر و قصد و اراده اوست. بزرگان میفرمایند هر کسی عزم و اراده قوی برای انجام کارهایش داشته باشد، کارهای مشکل برایش آسان می نماید و کسی که عزم و اراده قوی نداشته باشد، کارهای آسان برای او مشکل می نماید و در نتیجه از انجام کار آسان هم دست می کشد. دارم گناهی به عدد، یا رب مرا رسوا مکن. از لطف تو خواهم مدد، یا رب مرا رسوا مکن. ای خالقی ارض و سما، ای مشفقی شاه و گدا، جرمی مرا